بیا تا بهت 3 تا راهکار بدم که دیگه مختصات خونتو یا فارمتو یا بیستو یا کلن آرتتو یا هر چیزی که دیگه این میسازی و گم نکنی. در ضمن آخری از همشون خفن تره. اولیش اینه که این مختصاتی که گوشه تصویر است رو بنویسی توی برگه‌ای که گمش نکنی، ولی خیلی مثلا بده میبینی یکی میاد پارش میکنه بعد تو هم به گا میری. یا هم میتونی اسکرین شات بگیری و تو گالری ذخیره کنی که اینو من اصلا پیشنهاد نمیکنم، ولی اگه اونایی که گشادن خیلی به دردشون میخوره. راهکار بعدی هم استفاده از بوک کیوی. حالا خلاصه از این کتابه که مداد دورشه، اینجا رایتو میزنی فکر کنم حدود 40-50 تا صفحه بهتون میده و میتونید مختصات مثلا من اینجا 16-7. خب الان من اینا دیگه هیچ وقت یادم نمیره و دارمش دیگه، الان نگاه کنیدم هست، اینطوری هم ساخته میشه. راهکار بعدی هم استفاده از لودستونه که توی بسچن پیدا میشه و اینجوری هم ساخته میشه. حالا این لودستون چطوری کار میکنه؟ ما اینو زیر خونمون یا کلا یه بخشی از خونمون میذاریم و یه دونه از این قطنما رو میزنیم روش و یه دونه قطنمای انچنت شده بهمون میده و الان نگاه کنید من هر طرف برم قطنما طرف چیزستون رو نشون میده، نه چیزستون، لودستون رو نشون میده. دیگه هیچ وقت مختصات خونتون رو گم نمیکنه، توی ندر و اندم جواب میده. این بود از این آموزش. اگه نمیدونستی یا به دردت خورد ناموسن یه لایک و ساب برام بزن. خداحافظ.